انسان روز قیامت از عموم عمرش پرسیده میشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لن تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. روز قیامت بنده از جاش وقتی که خیس حال قدم نگذاشته اول از 4 چیز پرسیده میشود. عن شبابه فیما ابله، از جوانیش پرسیده میشد که چگونه گذرانید. ایام جوانی هر یک دقیقش بی‌نهایت قیمت است. این را به طلای و به کنز دنیا برابر کرده نمیشد. و عن عمره فیما افنه، از عموم عمرش پرسیده میشد که چگونه فنا کرد. لیکن از خصوص جوانیش علاهیده پرسیده میشد، برای اینکه 1 ساعت جوانی بی‌نهایت نرخش قیمت است. اما عموم عمر بعد 40 سالگی اون طرف جوانی تمام میشد. وقتی که انسان 40 سالی پره که در دنیا زندگی کرد دیگر ایام جوانیش رفت. امام سیوطی وقتی که به سن 40 در آمدن دیگه به کوچه نبر آمدن، گفتن اکنون من پیر شدم، اکنون من قبر منتظر است. گفته 16 سال کوچه نبر آمده کتاب نوشتم. حتی تیریزه داشتن، اگر اون تیریزه که شدن دریای نیل دیده میشد، مردم برای تماشای دریای نیل از دیگر کشورها به مصر سفر میکردند. امام سیوطی میگویند که 1 مرتبه در مدت 16 سال همین تیریزه که شده به دریای نیل تماشا نکرد. در همین وقت کتاب نوشت.